من کیم؟ تو کسی هستی که بیرون از ذهن و بیرون از بدن و بیرون از قلب داره تماشا میکنه و هر وری رو که توجه کنه، هر وری که تماشا کنه، توجهت میره اونجا. تو نوری، تو چراغ قوه‌ای. اگه چراغ قوه‌تو بندازی روی ذهنت رشد میکنه، ذهنت جون میگیره، ذهنت پررنگ میشه، گذشتت پررنگ میشه، نگرانیات پررنگ میشن، حرص و حسودیت پررنگ میشه، آینده دردناکتر میشه. چرا؟ چون تو چراغ قوه‌ای که جونته، انرژیته، انداختی روی ذهن. تمام نوروساینس رو و تحقیقاتش رو در مورد ذهن و توجه جمع کنی به یک جمله خلاصه رسیدن و اون جمله اینه: Where the attention goes, energy flows. هر کجا توجهت باشه انرژیت میره و هر کجا انرژیت بره اون چیز رشد میکنه. مثل آبیاری کردنه، تقویت میشه. انرژی تو توجهته و هر کجا توجهت بره انرژیت میره و هر کجا انرژیت بره اون چیز توی زندگیت رشد میکنه. برای همین اگر توجهت مدام سراغ اینه که چه چیزایی نداری، داری چیزهایی رو که نداری بزرگشون میکنی. برای همین یه نفر 1000 تا چیز داره نمیبینه، یه گوشه زندگیش یه چیزی که نیست، اونو کرده بلای جون خودش، بابتش عذاب میکشه و بقیه هم عذاب میده. اگر توجهت، ببین پس تو کی؟ تو نه قلبتی، نه روحتی، نه بدنتی، نه ذهنتی، نه حرفای گذشتتی، نه کاندیشنینگتی، هیچ کدوم اینا تو نیستی. تو چیزی که میبینیش نیستی، تو چیزی که متوجهشی نیستی، تو اون مرکز توجهی. اگر چراغ قوه نورشو میندازه روی یه دونه میز، چراغ قوه میز نیست، چراغ قوه اون نوریه که باعث میشه میز دیده بشه. حالا اگه چراغ قوه نورشو از اون میز برداره بندازه روی یه دونه آناناس، آیا یهو آناناس میشه؟ نه 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 نه، همچنان نوره، کیفیتش همون نوره، ولی اون موقع داشت یه میز رو روشن میکرد، میزه دیده میشد، حالا داره آناناس رو روشن میکنه، میزه دیگه دیده نمیشه، آناناس دیده میشه. و ما اشتباه بیگناه و معصومی که انجام دادیم اینه که این نوره رو فراموش کردیم، تمام توجهمون شده به میز و آناناس و تیر و تخته و در و دیوار و کوفت و زمین. اون چیزی که بهش توجه میشه رو فقط دیدیم، نه اون مرکز توجه. و اگه یادت بره این رو، تمام توجهت میشه اون شیئی که داره بهش نور میخوره. یادت میره که خب این شیء داره دیده میشه به خاطر اینکه نور روشه. این نوره از کجا میاد؟